بچه‌ها چطورید؟ من محمد لویالم، ایشونم مریم لویال هستم. امروز قراره پارت دوم بازی لیتل نایتمرز تریو بگیریم. فکر کنم خیلی پارت خفنیشه، حتما تا آخر ویدیو همراه باشید. آره قراره بریم ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته. آره. کلی اتفاقای هیجان انگیز تو این پارت. پس حتما سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. بزن بریم. برو بریم. اینجا پا شده بودیم، یادت پارت قبلی رو دیده بودید دیگه، گفتم کیک بزن که کیک بزن چیه؟ اونایی که پارت قبلی رو دیده بودن میدونن داشتم. نگفتی بابا، چرا چرت و پرت میگی؟ گفتم این کیک تقدیم نه بگم الان که خیلی خوب شروع شده. اوه نمیدونم چرا ولی یه حسی این پارت ترسناک‌تره. من همین حسو دارم. انگشت شستم داره به میگه این پارت قراره خیلی پارته هیجان انگیزی شه. این کجا میریم؟ یه لوله رفته بیرون. یادم رفته چیکار با چی میرفت؟ یکمونش در می آورد. چجوری یاد رفت؟ دایره بود حل. مگه آلزایمر داری؟ اگه آلزایمر داری بگو. خودت داری شروع میکنی. پزشک معرفی کن. یه سری قرصای مخصوص آلزایمر داره که بهت میده خوب میشه. حال اونا رو میبینی؟ دارم میبرنشون. بزه دارم میبرنشون. دارن میبرن آنجا که به کلفت هم دور دست بزنم اینو بشکنه. بشکن. گو این نردبونا رو بیشتر میدونی تو بازی واسه چی میذارن؟ واسه چی میذارن؟ واسه این میذارن مثلا تیکه‌ای که مثلا داری میری بعدش لود شه. فکر کنم نظر شما چیه؟ فکر نکنم. آره دیگه مثلا یه تیکه داری میری تو یه تیکه دیگه شاید اونجا حجمش هنوز آپدیت نشده. چه جالب. آره. اینا نمیدونستم. من حدس میزنم همین نیست مگه؟ بابا فرض یه جوری بالاخره باید برم با اوه 4 تا چند تا دست داره؟ بگیرتمون بخندیم؟ بابا بگیرتمون بخندیم. این آدم بازی تو برو. یه هول بده دیگه. آخه آبنبات فروشی. آبنبات گذاشته گولت بزنه. گولم بزنه دست به ما این ناظم داشتیم کلاس 5 شبیه همین بود. 6 تا دست داره. من فکر کردم 4 تا دست داره. سوسکه نه چیه خدا وکیلی؟ سوسک نیست، عنکبوت. خب سوسکی کلش رو ببین. من میگم بیشتر شبیه عنکبوت. تیکه‌ای شده اینجوریه کلش. کلش این قلبه. یادی که افتادم کلش دیدم. آلیس سر زمین عجایب بود. یادم افتادی؟ نه میتونم. ببین پرونده رو چک میکنه. مدیر حاجی دیدی گفتم قشنگ ناظم. ناظم مدرسه. چرا دید؟ تو رو ندید یاره نوبستگی تو دید. من هیچ کاری نکردم همونجا وایس. نه وای میستادم حواسم پرت شد. وای بعد من این دستم حساب نبود که مرده. ای بابا اگه میخوای این نوبستگا بازی کنی بازی نکن. به خدا یاد ناظم افتاد، خاطرات افتادم داشتم نگاش میکردم. خیلی از ناظم میترسیدی. سری ناظممون هفته صبح تو مدرسه یادش بخیر. یادش بخیر که منش کابوس. جزو کابوسای منه. آره بابا. این دیگه. یا مثلا معلممون وقتی داره بریا رو سعی میکنه. برو صورتش تاریکی دوستم صورتش رو ببینم. صورتش چرا میخوای ببینی؟ ببینم دقیقا شبیه ناظممون هست. من که میگم هست. صورتش رو نمیخواد ببینی. شما هم یه ناظم داشتی که خیلی مخ باشه؟ هست دخترانه؟ 100% اصلا یه
عجوزه هایی هستن که دومیشون خودشون. چرا واسه پسر نازم زن گذاشته بودن به نظرتون منطقیه؟ الان میذارن؟ نه دیگه لازم مرد میذارن، زن نمیذارن برای پسر. اون واسه ما گذاشته بودن چرا؟ استثنایی بودیم فکر کنم. کلاس چندم؟ 5. شاید واسه دبستان. آره. عکسای داداش عزیزم از نمای روبرو. عکسای محمد لایل عزیزه اینجا مشاهده میکنید. دوربینه رو داره ما رو چک میکنه. تلویزیون. امنیت دیگه، سکیوریتیه. نمیشه خرابش کنیم، بزنمش کنیم. ای بابا کارتو بکن، بازی رو برو دیگه. کر میخوای بری تو به اون چرا؟ اصلا دوربینه رو بزنم ببینم خراب میشه. اوه اینجا چیزه مواظب باش نروش. الکتریسیته است. خوراکم الکتریسیته است. من میزدی یادم. خب بشه عکساتو پخش کردن، عکسات دیگه. نه خدای اون چیه؟ نه برعکسه. برعکس. بگذاشتی عکساتو پخش کن. اوه میشه. هم ترسناک است. دستاش میلرزه خودش. این حرفا نمیخوره. بکنم ببری اون زیر. کامون زیر نرم. او خدا. من زندگی با ریسک همیشه میبرم جلو. به خدا منو یارمونو دید، به خدا منو ندید. فقط دوست دارم این دفعه ببازی. بعد اون زنه با من طرف. اگه این سری باختم یعنی من اون تابوتم. یکی میزنم تو دهنش بچه‌ها تا ادب شه. این سری باختم هر چی تو بگی. یکی میزنم دهنش. من بردم چی؟ نمردم. نمردی وظیفت نمیری. یعنی چی نمردم؟ یه جدی ته چهره تو رو داره. خود من دقت میکنم به چهره. نه والا ته چهره من نداره. سیسشو ببین. کاش اینجوری بودم یکم ازم حساب می‌بردی والا. صاف کردیم. این گردنبنده هم ببین. آی نه. ولی اون سری هم ندید منو. وای بازی بود. وقتی نوب سگی ولی نه. داری میندازی گردن پاک. چون نشست اونجا من نرفتم بالا. نه من میرفتی. اون بسخال نشست اونجا. بابا این خول و چل میزنه ازم. کاش دوتا کنسول نمیخواست دوتایی بازی میکرد. ولی دوتا کنسول اما خدا رو شکر با تو نیست. نه قربه به خودت هم باشه بخوای با من بازی کنی کی تو رو گردن میگیره. من خیلی بازیم قویه. اگه میخواید برید ببینید بازی من چقدر قویه برید اسپلیت فکشن. عروسک پیدا کردم. چیکار میشه عروسک کرد؟ عروسک؟ در یکم مرحله میخورد که اوه صداش چرا میاد. همین هی ها که میگم تروفی داشته باشه. آره تو سری قبلش داشت. نگیری یا هر کی بگیره. چرا انقدر سخت شد این پارتش؟ به حرفه‌ای باشی دیگه. پارت قبلش اصلا اینجوری نبود. آره خیلی حساس‌تر شده. یه وقتش خودمو نشون بده. یه وقتش رو بریم چیکار خدای اصلا انتظارش نداشتم بیاد. نه نیمون خودو گرم افتادی. واو این دیگه یا رفتیم زباله‌دونی شکلات چیبیه خوراک خودت باجی. این که 3 وعده روزانته که برادر قشنگم دوست نداری برادر یکی دونه داداشه ناز ندازیم. کیه که از این آب نبات‌ها دوست نداشته باشه؟ تو صابونه نهارشم. من که میخورم. من که گفتم خوبه. اونا آخه تو آشغال ندیدی واقعا؟ برای همین واسه تو خوب بود دیگه. الان دیگه چرا مردم؟ نوب سگی
اگه نور نبر مینداختم رو سوسکا. خفشو نبازی. من اعتماد نداری پسر. من آروم برم. دست افتاد؟ نه سوسکا آمدم زیر پا مردم. قشنگ نور بنداز. من داشتم نور میدم. من بعد از این طرف دادم گرفتم. اینجوری بر نور بندازم. این بری. اون نری یا نه؟ رفتی نره بعد این بر نور بندازم یه روش. آها بودو با این کارش نیستی. رفت. کم باگ بود ولی اینجاش. نخواستم اون چری بر نور بندازم. فهمیدی؟ باید خوب برو بندازی دیگه. هی اونو برارش هم بندازم. جدی داری میگی؟ هر کسی نمیتونه بگه. من با اونو خاموش کنم حاج. از بچگی معلوم بود که آیکیو من خیلی از تو بالاتره. بعید بدونم. بعید نه. آیکیو چند داری؟ یه تست آیکیو بدیم. موافقی؟ آخه عقلت هر کی میشه آیکیوش از اون یکی بالاتر بود یه تخم‌مرغ خام می‌خوره. تست آیکیو ببین انقدر به خودم اطمینان دارم که اصلا مغز آیکیو تو رو نداری. 10 هیچ میزنم. باز کردن کاری. مریم داری کار میکنی. ولات نیست. عزیزم این تویی. این عکس‌ها من یکیشون بعد تو باشی دیگه. چرا من اون چیزا همکارم. اون همکاری اونی که داره بسندی میکنه یا اونی که داره نه تو تلویزیون زیاد میبینه. باحال خوشم. ناشیاج یا گوشی هم میتونه باشه. نیست تلویزیون. من تو بازی لیتل نایتمر صداهاشو خیلی دوست دارم. منم خیلی. موزیکش خیلی خوبه. نه موزیک خاصی داشت نشده. آره اون خاصایی که اون آهنگسازی فصل یعنی پارت 2 خیلی جایزه گرفته بود. درسته؟ چرا؟ جایزه گرفته بود. پارت 2 بعضی از آهنگاش جایزه گرفته بود. جدی؟ شوخی نکن. نه بیچارم مردم دوباره. منم فکر مردم. یه شهر شکلات سازیه حاجی. شهر شکلات سازی. خوش آمد. کارخانه آبنبات بود چی بگیم؟ کارخانه شکلات که جدیدش هم بازیگرشو عوض کرد. تیموتی شلامی بازی کرده. تیموتی شلامی او ببین صداش نوچ نمیشن تو اینجا میرن. بابا اینا دوتا میکروب چرکن اصلا تو فکر نوچیشونی؟ دارن تو آب نبات چرکن بابا. ولی این که بیای آب نبات توی همچین جایی بذاری مثلا ترس کش کنی ایده جالبیه. آره دیگه بازی باید متفاوت اون چیزی که عامیانه است. بریم اون طرف. فاضلا به اینجا چه کلمه هایی استفاده میکنه عامیانه. باور کنید من با آی کیو 300 بعد فرقی داشته با آی کیو 55 با اختلاف. برو بابا اصلا عقل نداری که بخوای آی کیو منو مسخره کنی. آی کیو 300 هم من فاکینگ 300. آی کیو 300 آی کیو 300 داشتی که داداش من نمیشد. وقتی خودت هم میذاری پرد میکنی بمیرم. آره یعنی آب نبات رو میندازم واسه اینا بخورن. برو برو بالا سرمون درد گرفت. این چشمه اینجوری سیو میشه. این هم نمیدونستی یعنی واقعا اسکل فکر کردم مثلا بعد میگم آی کیو 55 میگینه. سوال پرسیدم. سوال پرسیدن عیب نیست ندانستنه که یک اینجا یکی میبینی اونجا افتاده اون پشت انقدر خورده اون توی اینا هم توی الان یه داری خزش میکنی این توی بالا اینجوری بالا. من به موقعش میگم کدوم توی کدوم خودت جذاب میکنه کدوم خودت
کانال کولر کانال. میگم همین یه خط هم اشتباه گفت. من نشیده بودم والا. کانال کولر رو نشیده بودی؟ نه اونی که تو داری با ریتم میگی رو نشیده. کانال کولر کانال. 3 بار بگو. چی میگی بابا زبون بسته؟ عمرم بتونی بگی. بگو الان یه بار نه بگو جون من بگو. اصلا هیچ نشیدم بابا. هرچی آدم بیعقله به ما میخوره. داداشم شانس تایی بود. میذارم تو این فریزری که الان توش رفتیم آقا. فریزر بود؟ سردخونه بوده. شکلاتا رو من میذارم تو سردخونه. آره دیگه. آیکیو رو نگاه کن. یخچال میذارم. خواستم بهتون ثابت چه آیکیو نداره. کجا میذارن آقا بوسوره؟ یخچال نمیذارم تو هوای آزاد میذارم خوش میشه فکر کنم. نه آب میشه. آب میشه اول داغش میکنن تو فریزر که نمیذارن. آیکیو خان. خدایا به کی اومدی؟ بابا اینجا این ما. تلویزیون داره نشونمون میدن از معروف شه. برفکه. اولی بالا همونه. جدی؟ اینا چیه آجی؟ آبزون کردم. خورده خوراک معانت. خب رفتم بالا بقیهش. آب باعث بینش میشه. بگیر. خدا بدونه چقدر اینجا هوایست. سرس کردی الان بگیر. اینجا نکن اینجا نکن. این پرشش آقای کمه. باش. خوش آمد. ترای سوم. سرور دست. ترای سوم. اینجا هم دوباره گذاشتن تو سردخونه. دلم سوخت. انقدر دیگه چرت و پرت زیاد میگه اصلا من دیگه واقعا نمیدونم به این بیعقل چی بگم. یه عادت کردم میگم بچگی باش بزرگ شدم به بیعقلیاش عادت. ببین آیکیو 300 آیکیو 50 نمیتونه جواب بده که. حق داری. منم جای تو متاسفانه همه یکی از این آدمای منم جای شما داداشای اسکول و بعضیا دارم که جلوی این همه آیکیو کم بیارم بالاخره یه جایی. من دیگه نتونستم جلوی خندم بگیرم. دیگه هم فکر کنم با این یوزر باید بریم اونجا. دلم یه جایی ترسناکشو میخواد قشنگ آدم خوف کنه. با لیتل نایت رو خوف کنی مشتی؟ چرا که نه؟ سایلنت هیل بزنی. آره سایلنت هیل خیلی ترسناکه. چقدر ترسناکه؟ برام توصیفش کنی؟ برات دیگه لیتل یکو بازی کردیم ما؟ نه بازی نکردیم. کنم خیلی خفن باشه. بازی کردیم نه لیتل یک خیلی قدیمیه. آره؟ نه هم فیوز دوم. اون بنده خدا رو دیدی اون بالا بود افتاد بود. اگه نمیمرد داستان میشه. بهتر که مرد. نظر چقدر حقوق بهش میدادم؟ بیمه هم داشت؟ حقوق نمیدن بهشون یه دونه شکلات میدادن ها؟ دوست داریم پایین. اینو بعدم دوشم رو زمین فکر کنم بهتر باشه ها؟ چه زمین؟ رو زمین؟ نور بهشون نزدیکتر شد. هم تاثیر داشت. نکشین اما نکشینش گناه داره. دیدی حاجی؟ بعد میشستم رو زمین. میشستم رو زمین انگار نورش یا ربطی نداشت. نه ربطی نداشت. این قلقش اومد دستم. پرتابو دیدی؟ قلقت اومده دستم. ای تو هنگی داشتم بخون؟ خودم ساختم. قلقت اومده دستم دیگه. بخون با اون صدایی. صدای چی؟ حیوان صدای چی؟ خفن
بچه ها همیشه راقب باشید که زیاد باستون شاخ نشید. به این حرفا نمیخوری پسر. اینجا زیدی قلاب بگیر. چرا زیدی براش قلاب میگیره؟ میتشو میخواد شک میکنم به اون یکی. آخه زیدی نمیتونه قلاب بگیره که میتونه بگیره. زاد ایرانی زاد جلوها بروز که اون میتونی قلاب بگیری؟ آره بیا برو بیا اخش زمین میشه همه جاد میشه. بسکتبال میزدن بعد شکلات سازی. این که افتاد پایین مرد. یه سنگدل مگه دلت نمیسوزه؟ این گنده بود اینجا جا نمیشد. سنگدل اصلا دلت نمیسوزه. ظالم 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 ظالم. این بالون آرزو میکنم خدا یکم بهت عقل بده. آرزو کاش میکرد یه ذره عقل گیر خودت بیاد. دارم از دیگه نداری. همین که در کنار تو احساس باهوش بودن میکنم، در کنار داداشی این تو خیلی عقل. تو اینجایی که الان اومدیم یکی یه چیز چسبونده بود به دیوار، یعنی کسای دیگه هم هستن. آره بعد من داشتم به اون برگه ها دقت میکردم مثلا همه زد در قیمت. آره چرا؟ امتحانشون افتاده بودن؟ اینجا امتحان نمیگیرن، یه کارخونه است عزیز. دوستت دارم یه کارخونه شکلات سازی. اوه بکنم اینجا اومده بودم ورود زده بودم. خب ببین چرا نمیره؟ من نمیشد دیگه میرفتم سمتش خراب میشد. کجا میرفتی؟ اونجا نبرد چی؟ که بالا پایین شده؟ از این میرم سمتش بسته میشه اینا. یه چیزی اونجا بود میتونستیم بشکنیمش. یه چیزی هست برداریم؟ یه چیزی رو زمینه. الله 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 الله. اینا چی میگفتن؟ آپارات چی؟ آپارات چیه؟ این فیلم هایی که اونم که بسته میشه. حالا باید 10 ثانیه مغزم پردازش میکنه بعد کجا رو بریم. آره تو این قوی خدایی عبلا. بالاخره من تعریف کردم باورم نمیشه. خدا شکر. آره یه استعدادایی داری، خدا تو رو بی استعداد خلق نکرده. جد ازم تعریف نکنه داشتم میافتادم الان. باحاله اینجا. در واسه اون بنده خدا هم هول بریم. آخه با این جثه‌ش چرا اینو به این بزرگی؟ بزرگ نیست دیگه، همقدر خودشه. خب واسه اون بزرگه. تو فکر کنی همقدر خودته که چند سانتم بالاتره رو هول بدی. سختی؟ یخ چون سخت واسه من ولی نه چون من این همه ماسل. ماسل یه وقتی داداشت تازه چند کلمه جدید یاد میگیره. یعنی میخوای بگی انگلیسیت هم از من بهتره؟ بعیده. ما آدم صافی هستیم. خاکتون میشارتم از این آشنی به مولا. مولا بعد هیئت بزنیم. اوخ هم رفتم پایین. بخاره باشی. اوه صاحبش من دیدی سوسکی ها دیدی صداش سوسکی من درست کن. صدای سوسکو شنیدی؟ اینجوری میکنه یا اول صدای سوسکو شنیدی؟ سوس مگه اینجوری نمیکنه؟ چی میزنی خودایی؟ چی میزنی؟ شاخه که روش اینجوری میکنه. حالا ما نشید موش این صدای نه سوسی داره. اون صدای موش بود. نه این صدای سوسک بود. بایا این که میدونی دیدی دستشو گرفت رفت تو؟ یه حق میگه. اوه یا حق
برایشو در کابینت الان محکم ما رو نمیبینه؟ بابا او زامبی شد؟ چی شد؟ اوه یا ترس. خدا نصف شد. حاجی دیدی سوسکه؟ اوه جینیس. چه ربطی داره خب عنکبوت همون بود. اسم میگن یه شبیه سوسک بود. چقدر ترسناک‌تر شد. دیدی می‌خواست فیسش رو ببینی به آرزوت رسیدی. پاداش بیشتر دوستش داشتم. دوستش داشت. این چیزا رو دیدی؟ مارکوس رو دیدی؟ میگه مارکوس دوستش ندارم. شبیه آره شبیه این سنگو دوست ندارم. ادب خط قرمز. این سنگو دوست ندارم رابرت. گلوله رو بندازم تو چای بچه بخوره. تو بچه قولادی خودت جلو تلویزیون نشسته بود. نباتی شکلاتی آب بهشون نبات. حال دادم. فکر کنم تو پایین اون چاه بودی بر چکولاد انداختم. بیا دیگه این چیکار داره میکنه؟ بیا پرویز. عزیز نمیاد؟ بیا دیگه باناموس. عزیز خودت هم رفتی جلو اینجوری گری عزیز. دستشو میگرفتم میآوردم. تو رو خدا خیلی شوته. ها تو کانال رفتیم. دورش در اومد. هر موقع سیو میشه حاجی میترسم. آره خدایی ترس. بکنم چیکار چی کنم؟ شد لوله شد نمید پایین. همون یارو رفته تو لوله. همون سوسکه عنکبوت نما. دوباره سیو شده حاجی میترسم. کمک. هی تو روبیشو گرفتم. دیدی گفتم تو روبی داره. اوه داره لوله میاد. یاس چرا خوردم زمین؟ بودو برو جون ناموسم. اینجا فقط بود دا. ماشاءالله برو. ترسیدی که اوی عجوزه نیا. برو داره میاد هنوز دنبالمونه. این حرفا نمیخوری سوسکی. او دنبالمون. این دنبالمونه؟ حیب نشد. حیب بشه خب ببین اوه امشب ببین نتونیم دیدو. اوه اومد تو ترسون که چی؟ اویش چرا پا نداره؟ همش دسته. چندش هم میشه. دیدی دقت کن همش دسته. آره. 6 داشت. او وله میکنه. آن ساوردیم حاجی اومد بالا سر بود. ای خوبی قایم شد. بیا بیرون. رفت. چرا داری میریم دقیقا اونجایی که اون رفته؟ هر رو بابا کجا داری میری؟ وقت بعد اینوری میره دیگه اونوری نه. اون داره اونوری میره این بعد اینوری. آفرین فکر خوبی بود. مریضن یعنی بچه‌ها؟ چرا مریضن؟ میخوام بکشنش. نمیدونم. چی میشه اینو میکنم؟ اون ریله میاد. الکتریسیته. برای ریله این نگه دارم اون هول بده. بازی من دارم شک میکنم این مرده. ببین چه زوری داره. واه خب زنه هم زور دارن. ربط طبیعیه؟ من شک میکنم. شک نکن بابا. نه شاید نه شروع کردم. من مول بدم کمک میخوای آبزی؟ چه کاری اول آورده این ور بعد برو اون ور؟ آفرین نمیدونم آها نه میخواست جهدش عوض خب منم گیج میکنی ها IQ 55 بعد این دکمه رو بزنم.
در نزن بابا، عروس رقص بلد میگم که. الان من چه کار اشتباهی کردم که بلدم برقصم یا بلد نیستم؟ چون هر چی میشه میندازی گردن من. الان چی شد؟ الان گناه نکردم. چی شد؟ الان چی شد؟ نوب قیافت. نوب قیافته که دیگه خیلی نامرده. میشه ترجمه کنی نوب قیافته؟ یعنی انقدر ضعیفی قیافت داره میریزه. اینم ترجمه از تو. وای کیو 55 حرفای جدید بسازی. چی؟ تو که به هر جمله‌ای که میگم ترجمه و پینوش میخوای چی؟ کیش پایین تره؟ کی اسکل تره؟ من که گفتم یه تست آیکیو بدیم. کیش پایین تو؟ ببینیم کی قوی تره. کی اسکل تره؟ تو آهنگ ساختی ها. آیکیو 0. الان که فکر کنم 55 هم نیست آیکیو. منفیه 55. ببین بردم بالا بازی بچه که داری سیاری به پول بده سیستر یکی دونت چی احترامی میکنی. اوکی بامیش پیدا میکردی؟ اوه اومد روش. اینجا دسته نمیلرزه؟ چرا قلبش داره؟ بچه میدونید چرا رفت شوهرش صدا کرد؟ شوهرش کیه؟ جدی صداش کرد؟ نفهمیدم. تو صداش کردی؟ گفتی زیدم بیا بریم. گفتی اون منم که خودم، شوهرش هم خودم هم دوباره. نه تو نبودی. چقدر میتونی هیت تو نبودی. گفتی اون منم یه دقیقه پیش. ویدیو هست تو گفتی منم. اینقدر کیوت کمه. ویدیو هست. اومد شده فکر. اتفاق افتاد. آخ. جای حساس بازیه. چی داری میگی؟ گفتم صداش کردی رفت دیگه. پرتی شده. میره برو دیگه. خودت خیلی کنده. چرا افتاد عقب؟ اون یکی دیدی چه پوکر وایساده. اون فکر کنم فامیل با اینا. فامیلی چیزی هایی. داره در چه اومدم پایین دوباره. استرس شدم چیزی نتونست بیاد تو خدا رو شه. اگه میتونست بیاد تو من باقرم این تو قایم شم. دیدی گفتم من این تو قایم شم. من بازم گفت ولی جامپ اسکر زیاد داره. آره خدایی لیتل نایتمرز جزو بازیای افنیه. این پارت دوش خیلی هیجانی تر بود. چرا ولمون نمیکنه؟ ولم کن. من دارم خواهد بکشی بشه خوش باشی پیش تن تو خوش باش. خیلی باش حال نمیکنم. بودو میخوایم بکشیمش. پرسش کردم مورد یعنی چه زوری داره. پرس شد به آرزوم رسیدم. داشت خودش دیگه راجی دقت کردی اگه چیزی دیگه می‌خواستم اون رو نمی‌دست. کاش که اسمشون رو اسمشون رو من هنوز نمیدونم. اسم یکیشون سیکس دیگه اون. با اون قبلی. چرا من زدم باشم میخونم راجعش گفتم. نه آقا چرا یکیشون سیکسه. اشتباه می‌کنی. باور کن. یکیشون سیکس دیگه که تو پارت قبلی یکیشون مرد. سیکس فکر کنم نمرد. آره سیکس هم اون یارو تبدیل شد به اون یارو. آره سیکس نمرد. بازی شخصیت فرعی آوردن اینو. تفسازیه؟ الان این فرعی است دیگه. درسایی دیگه پیدا کردم. فردا. کنم اینا هم تروپی داشته باشه. در خیاطیه. آره اینا. تابلت هم که داری اینجا میبینی یا این زید تو از صداش کردی هم دیدن. گفتی من خودم همه بچه ها شاهد بودن که تو صداش کردی و به فلنگ و بست و رفت. گفتی من خودمونم بعد دیگه زیدش هم منم. الان که دوره آینه کابوس آینه باز شد.
چی؟ چرا توپی داد؟ چی؟ اونو بخون اونو سریع بخون. چشم باور میشه. اون تلفظش نمیتونم بکنم انقدر ضعیفم. زرو زدی بود. چرا زرو؟ انقدر ضعیفم. انقدر نوبم تو چرا نخوندی؟ سرورم محمد. واجی فکر همون گیر کرده. مرد از نست اسکی هست بغلش کرد. دیدی زایدشه؟ دیگه الان واقعا زایدش شاید خبردار باشم زایدش ها. بزرگترین دغدغه ما اینه که دوباره همون آن نقشه است آجی. اون سری گفتی نام است. تو گفتی نام. پارت خفنی شد. نظرت چیه این پارت همینجا؟ این چیه؟ یا خدا چی؟ باشیم شو کجا رفت؟ تو دیوار رد شد؟ ببینیم این چیه؟ خیلی کنجکاو شدم. هم ترسناک هم بامزه است. چطوری یه چیزی میتونه هم ترسناک باشه هم بامزه؟ شیشه آجی رفتی اینجا. داشت بیرون از این تامه میرفت. بایی دلم خواسته نگاه شدم. آهنگ شو؟ این آهنگ کورالی نیست یکه؟ آره آهنگ رو گذاشتم ما بترسیم و بیشتر خوش کنه. چرا؟ کجا باید بریم؟ سالمی؟ تو مبله داره اینجوری میاد بالا. تو مبله؟ چجوری درش بیارم؟ رفت تو مبل تخمه جن. پرواز کن مبله درو نشد بکنم. شیشه اینجا رو باید بشکنم؟ آره بشکن. موب شه. گفتم یه چیزی روی مبلس ها. رفت بالا الان. بخون جن رفت بالا. چی هست اصلا؟ بخون جن دست در نکنه. 3 ساعت می‌خواستیم اینو بیاریم بالا. اصلا با غلاب برم بالا. بکنیم ادامهش رو بذاریم واسه بعد ببینیم چه اتفاقاتی در راهه. از این ببینیم چی میشه. لوله بازی ببینیم داریم میبینیم بالش. چت اومده چقدر باحاله. انگار مینیه جنس ماست. میخوام ببینم چیه. آره مینیه. کجا رفت؟ اینجا فیوز داره. فیوز بیاریم. آقا این پارت رو اینجا ببندیم. خیلی پارت خفنی شد. خیلی جالب بود. خیلی خفن بود. واقعا حال کردم. نظر تو چی بود؟ به نظر منم باحال بود. خیلی خفن بود. آره. خیلی جالب. خیلی هیجانی‌تر بود. آقا خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. مرسی که تا اینجا با هم بودید. لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره. جمله آخر رو بگو. تا ویدیو بعدی خدافظتون. تا ویدیو بعدی میایم پیشتون.